سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من علی مصلحی هستم و خیلی خوشحالم که شما قراره با دیدن این ویدیو به جمع عزیزایی بپیوندید که یا حضوری یا از طریق بلاگم با این کسب و کار آشنا شدن. متدهای این کسب و کار رو از من آموختن و از مشاورام استفاده کردن و به اون درآمد دلخواهشون دست پیدا کردن. عزیزایی که از درآمد یا کارشون راضی نبودن یا به دنبال شغل دوم میگشتن و اما فرصت کافی برای انجام اون رو نداشتن، و یا خانم‌های خونه‌دار و دانشجوها. اما در انتها همه اونها با یادگیری این کسب و کار و متدها تونستن به درآمد دلخواهشون برسن و این نقطه امید خیلی قشنگ در زندگیشون خلق کنن. کما اینکه خیلی از افراد پیش از شما تونسته این کار رو انجام بده، شما هم میتونید این کار رو انجام بدید و من قراره امروز به شما این متد کسب و کار رو معرفی کنم. امیدوارم این ویدیو بتونه برای ایرانیان سراسر جهان یک کمک حالی باشه، تا یک نقطه امیدی باشه، تا بتونن امیدوار باشن که میتونن زندگیشون رو کاملا تغییر بدن و به درآمد دلخواهشون دست پیدا کنن. خب در این ویدیو قراره با چه چیزهایی روبرو بشی و چه چیزهایی یاد بگیرید. در ابتدا با من آشنا خواهید شد و چه دلیلی داره که بخواید شما به حرفای من گوش بکنید، جواب این سوال رو پیدا میکنید. بعد یه خبر خیلی بد بهتون میدم که شاید ناامیدتون بکنه و در دلایلی که باید این کار رو انتخاب کنید مرحله بعدی، و پس از اون متدها و تکنیکایی که شما میتونید از طریق اینترنت کسب درآمد بکنید و چه راههایی هستش که شما بتونید بازدید کننده برای بلاگتون یا وبسایتتون جذب کنید، و در انتها گروه WAB و اینکه چجوری میتونید بعد 2 ماه به درآمد $2000 دست پیدا کنید. من علی مصلحی هستم، متولد 1365. در خانواده فرهنگی و متوسط بزرگ شدم. در سن 20 سالگی دانشگاه رو نیمه کاره رها کردم به خاطر اینکه بین علم بهتر است و ثروت من رفتم دنبال علم به دست آوردن ثروت. مربی کارآفرینی هستم و همینطور یک کارآفرینم. در حوزه کامپیوتر در واقع میتونن خیلی منو به عنوان یک خوره کامپیوتر میشناسن. همینطور یه بلاگر، برنامه‌نویس و عاشق لینوکس. به مباحثی مثل روانشناسی، جامعه شناسی و فلسفه علاقه شدیدی دارم و کتابای زیادی سعی میکنم در این حوزه مطالعه کنم. از سال 2006 هم با گوگل ادسنس و این متد کسب و کار آشنا شدم. شروع سال 2012 شروع اصلا خوبی برای من نبود. من در زندگی شخصی و در زندگی کاریم ورشکست شده بودم و شرایط خیلی یأس و ناامیدی خیلی زیادی رو تحمل می‌کردم. اما به لطف یک آموزه‌ای که تو کودکی و دوران نوجوانی پدرم بهم داده بود و یاد داده بود، به جای اینکه زانوی غم بغل کنم و همیشه قصه بخورم، به این فکر کردم خب حالا باید چی کار کرد، و به لطف همین آموزه دست به کار شدم و مجددا شروع به کار کردم تا به اون درآمد دلخواهم دست پیدا کنم. خب این اتفاق طبیعیه که همیشه برای کارآفرینا میتونه بیفته یا کارآفرینا ورشکست بشن ولی باید دوباره شروع بکنن به کار کردن. این اتفاقی هم که برای من اتفاق افتاد، ولی در انتهای سال 2012 اتفاق قشنگترش این بودش که من تونستم هم در زندگی شخصی و هم در زندگی کاریم با اون چیزهای ایدئالی که میخواستم دست پیدا کنم. این تصویری هم که میبینید تصویر اکانت گوگل ادسنس من هستش که نشون میده که در ماه اوریج درآمدم چقدر هستش. اگر انتظار دارید که من در این ویدیویی که قرار شما ملاحظه کنید یک سری ورد به شما آموزش میدم که شما با استفاده از خوندن و تکرار کردن این وردا بگید عجی مجی لا ترجی، بعد نمیدونم یه درخت پرپول ظاهر بشه، یا نمیدونم یه لوبیا سحرآمیز طلایی بهتون بدم که بکاینش تو زمین و یه درخت پر طلا براتون ظاهر بشه و بگم که اشتباه فکر میکنید. هیچ کاری در دنیا وجود نداره که بدون تلاش و پشتکار به نتیجه برسه. در این کار 2 تا فاکتور وجود داره، یکی که دانش که من سعی میکنم تجربیات این 6-7 ساله کار در این زمینه رو بهتون ارائه بدم، و دومین پشتکار که بعد این پشتکار رو داشته باشید و روزی 1 الی 2 ساعت یا نه 3 ساعت وقت صرف این کار بکنید تا بتونید به اون درآمد دلخواهتون دست پیدا کنید. پس این کاری نیستش که شما بدون تلاش بتونید یک شبه راه 100 ساله رو برید. اما شاید این سوال تو ذهنتون باشه، چه دلایلی وجود داره که بخواید این کار رو به عنوان شغلتون در نظر بگیرید؟ اول دلیل این که این کار
نیاز به سرمایه مالی آنچنانی نمیخواد و اصلا نیاز به سرمایه مالی نمیخواد و اگرم بخواد یه چیز خیلی کوچولو موچولوه در طول سال. این اولین دلیل که شما با جیب خالی هم میتونید این کار رو انجام بدین. دومین دلیل کار راحتیه. شما نیاز به فعالیت بدنی ندارید. شما نیاز ندارید که هر روز یک مسافتی رو تا محل کارتون برید و یک مسافتی رو بعد از ظهر برگردید و در ترافیک بمونید. تنها نقاط بدنتون که در این کار قراره تکون بخورن انگشتای دستتونن. به همین راحتی. رئیس خودتونید. قرار نیست دیگه قرقرای رئیستون رو گوش بکنید یا سر ساعت 9 برید سر کار یا ساعت 5 بعد از ظهر برگردید. محدودیت مکانی ندارید. کافیه لپتاپتون رو بغلتون بگیرید یا تبلتتون رو تو دستتون بگیرید و هر جایی که دسترسی به اینترنت داشتین، رستوران، کافی شاپ، مراکز خرید، دانشگاهتون و خونه، شروع بکنید به کار کردن. یعنی به راحتی در این کار شما میتونید 3 ساعت 2 ساعت در روز وقت صرف این کار بکنید ولی پخشش کنید در کل روزتون و نهایت استفاده از زمانتون ببرید. و دلیل آخر، شما یک سری ربات استخدام میکنید که مفت و مجانی برای شما برای ایمپروو بیزینستون فعالیت میکنن. شما ممکنه یه مقاله بنویسید یا یه محصولتون روی سایتتون بذارید و برید بخوابید. در طول شبانه روز اینترنت برای شما این کار رو انجام میده و همیشه فروشگاه آنلاین شما یا سایت شما بازه و افراد مختلف میان و به سایت شما سر میزنن و اینجوری هیچ موقع نیاز نداره که محل کارتون رو ترک کنید یا تعطیلات سایتتون رو تعطیل کنید، ببندید و فعالیتتون متوقف بشه. 24 روز هفته، 365 روز سال و 7 روز هفته رو شما میتونید به این کار اختصاص بدید و تنها کافیه که در طول روز 1 الی 3 ساعت وقت صرف این کار بکنید. اما مردم کلا نسبت به کسب و کار اینترنتی یک خورده دید منفی دارن و فکر میکنن که این کار کلاهبرداری، یه سری آدما میان پولاشون رو میدزدن و میذارن تو جیبشون و میبرن. و بهتون بگم که من در این ویدیو میام به شما روش‌ها و متدهایی رو معرفی میکنم که توسط بزرگترین کمپانی‌های جهان مورد تایید و پشتیبانی میشه و اونها ارائه دهنده این سیستم هستن، از جمله گوگل. و بهتون بگم که گوگل در سال 2012 مبلغ معادل 42 بیلیون دلار از این سیستم کسب درآمد کرده و یکی از تنها روش‌هایی هستش که گوگل از طریق در واقع تامین مالی میکنه و سودآوری گوگل از همین سیستم‌های تبلیغات هستش. یا برای مثال فیسبوک هم باز هیچ منبع درآمدی به جز تبلیغاتش نداره و این میتونه یک روش مطمئنی باشه که خیالتون راحت بشه که کمپانی هایی دارید در این زمینه کار میکنید که کمپانی های با سابقه در این زمینه هستن و ریسک این مسئله که شما یه موقع پولتون رو کسی بدزده یا کلاه سرتون بذاره یا پولتون رو بهتون پرداخت نکنه به صفر میرسه. اما گوگل از چه طریقی میاد و از اینترنت داره کسب درآمد میکنه؟ گوگل یک سرویس رو راه انداخت به نام گوگل ادورز. در این سرویس امکان ارائه تبلیغات اینترنتی رو قرار داد. برای مثال یه شرکتی یا یه شخصی تصمیم میگیره که از طریق اینترنت به تبلیغات سایتش بپردازه. این شرکت به گوگل مبلغ معادل مثلا $100 یا $200 یا $1000 پول میده و بهش میگه که اگر امکان داره برای من تبلیغات اینترنتی بکن. گوگل هم ابزار قدرتمندش رو در اختیار این شرکت قرار میده که این شرکت دقیقا میتونه مشخص کنه که در چه نقاط جغرافیایی و میخواد که بازدید کننده داشته باشه و از چه نقاطی میخواد بازدید کننده بیان و وبسایتش رو ببینن، برای مثال از اروپا، آمریکا، کانادا یا از شهرهای خاصی. و در اینطور تبلیغاتش بر روی نتیجه جستجو در گوگل به نمایش در میاد، در همون لینک هایی که شما در تصویر دارید میبینید، یعنی بالای لینک های جستجو و سمت راست لینک های جستجو. و اگر کسی بر روی این لینک ها کلیک بکنه و بره به سایت اون کسی که تبلیغ رو داده به گوگل یه مبلغی که توافق قبلا کرده باش معادل $1 50 سنت 10 سنت $2 $100 از اون مبلغ کلی که قبلا به گوگل پرداخت کرده کم میکنه و از این طریق این شخص و یا این شرکت به اون بازدید کننده و مشتری هدفش دست پیدا میکنه و گوگل همین وسط پولش رو دریافت میکنه از بابت تبلیغات.
ممکنه شما هم تصمیم بگیرید که از سایت یا وبلاگتون کسب درآمد بکنید. در نتیجه یه درخواست به گوگل میفرستید که آقا یه سفره‌ای هست، امکانش هستش که ما بشیم سر این سفره شکم خودمون رو سیر کنیم. گوگل هم از خودشه موقعیت‌ها بیشتر و صفحات بیشتر برای ارائه تبلیغات پیدا میکنه. گوگل هم میگه به روی چشم. یه کدی در اختیار شما قرار میده بذارید در سایتتون و تبلیغات بر اساس محتوای مطالب سایتتون در وبلاگ یا سایتتون به نمایش در میاد. برای مثال اگه در مورد ماشین می‌نویسید تبلیغات ماشین، اگه در مورد دوربین عکاسی، در مورد مسافرت، در مورد خانواده، در مورد هر چیزی که می‌نویسید تبلیغات مرتبط با کلمات کلیدی که در سایتتون نوشته شده برای بازدید کننده به نمایش در میاد. و اگر کسی برای تبلیغات کلیک کرد و به سایت تبلیغ دهنده رفت، شما معادل 68% قیمتی رو که بابت هر کلیک تبلیغ دهنده به گوگل پرداخت میکنه رو نصیب خودتون میکنید. برای مثال من $1 به گوگل بابت هر کلیک پرداخت میکنم و شما 68 سنت اون مبلغ رو عاید خودتون میکنید. قطعا به سایت یوتیوب هر روز سر میزنید، یا موزیک میبینید یا از ویدیوهای آموزشیش استفاده میکنید. آیا میدونستید که گوگل این بستر رو فراهم کرده که هر کسی که ویدیویی بر روی یوتیوب آپلود میکنه اگر خودش تولید کننده اون ویدیو باشه امکان کسب درآمد ازش رو داشته باشه؟ قطعا تبلیغات بر روی این ویدیوها هم دیدین که ویدیوهای زیادی میان یا پایین ویدیوهایی که پخش میشه تبلیغاتی باکس مستطیل شکله و یا قبل از شروع ویدیو یک تبلیغ رو به نمایش در میاد و شما اگر بر روی اون کلیک کنید و یا اون رو ببینید، اون کسی که این ویدیو رو آپلود کرده یک مبلغی از گوگل دریافت میکنه. مثل هر کاری در سراسر دنیا که میخواین انجام بدین نیاز هستش که یه سری قوانین رو رعایت کنید. گوگل ادسنس از این قاعده مستثنا نیستش. اولین قانونی که شما باید رعایت کنید قانون کپی رایته. شما حق ندارید لینک یک نرم افزار پولی رو به صورت رایگان با کرکش در سایت قرار بدید. شما حق ندارید یک ویدیو رو در سایتتون قرار بدید. شما حق ندارید MP3 یا فایل‌های میوزیک رو در سایتتون قرار بدید تا دیگران اینها رو دانلود کنن. شما حق ندارید مطالب دیگران و سایت‌های دیگر رو در سایتتون کپی کنید و ازش کسب درآمد بکنید. شما حق ندارید بر روی تبلیغات خودتون زرنگی کنید و کلیک کنید. من نمیدونم، متاسفانه خوشبختانه این سوالی هستش که بیشتر ایرانیایی که با من در ارتباط هستن اینو میپرسن و سریع نمیدونم، حالا به خاطر ذهنمونه که ما سریع دنبال راه حل‌های ساده هستیم. میگن که خب اگه من روی تبلیغات کلیک کنم چه اتفاق میفته؟ وقتی روی تبلیغات زیاد کلیک کنید گوگل به صورت هوشمند میفهمه و اکانت شما رو بلاک میکنه. و یا اگر تو سایتتون یه جا بذارید مثلا برای حمایت از من روی این لینک کلیک کنید، در این صورت هم باز گوگل اکانتتون رو بلاک میکنه و دیگه پولاتون میپره یه جورایی. بعد از اون زبان‌های مورد پشتیبانی گوگل هستش در زمینه ادسنس که زبان‌هایی مثل انگلیسی، اسپانیایی، ایتالیایی، آلمانی، فرانسه، ترکی، چینی پشتیبانی میشه از ادسنس و متاسفانه زبان فارسی مورد پشتیبانی نیست. به این معنا که سایت شما باید حتما دارای یکی از زبان‌هایی که ذکر کردن باشه، یعنی یا انگلیسی باشه یا اسپانیایی یا ترکی یا چینی و به این زبان‌ها باشه. ولی از سایتی که شما به زبان فارسی داشته باشید نمیتونید از این روش کسب درآمد کنید. و نکته آخر در مورد پورن و سکس، در مورد الکل و در مورد مواد مخدر، در مورد اینکه چجوری سایت رو هک کنید یا آموزش بمبگذاری یا آموزش خرابکاری یا آموزش اینکه چجوری صدمه به یه نفر یا یه ماشین یا هر چیزی بزنید، باز گوگل این امکان رو که شما بتونید از این طریق گوگل ادسنس کسب درآمد کنید رو بهتون نمیده و شما نباید در مطالبتون یا مطالبی که می‌نویسید شامل این مواردی که ذکر کردم باشه. باز هم نکته رو تاکید میکنم، خیلی از دوستان رعایت نکردن و اینو سرسری گرفتن. گوگل خیلی زرنگ‌تر از شماست، پس لطفاً هیچ موقع اونو امتحانش نکنید. نیاین یکی از این موارد رو رد کنید فکر کنید زرنگی من میتونم یه پول بیشتری در بیارم. یه کاری انجام بدید که مفید باشه، در دراز مدت میلیونر بشین و به میلیون ها نفر هم کمک کنید تا از اطلاعات شما بتونه استفاده لازم رو ببرن. خب شما یک ماه سختی میکشید، تلاش میکنید، $1000 در میارید. در انتهای ماه دوم گوگل درآمد شما رو براتون ارسال میکنه.
اولین حالتی که گوگل بهتون امکان میده، امکان این است که مستقیما پول رو در حساب بانکیتون دریافت کنید. این گزینه برای یک سری از کشورها مثل آمریکا، کانادا، استرالیا و یک سری کشورهای اروپایی قابل دسترسه. ولی برای کشورهای مثل آسیایی مثل هند یا مالزی از این گزینه نمیتونید استفاده کنید. گزینه بعدی وسترن یونیون هستش. به این معنی که شما مستقیما و در سریعترین زمان ممکن میتونید اون مبلغ رو دریافت کنید، ولی یه محدودیت داره که شما باید تا سقف $2700 برسید. اگر بیشتر از این مبلغ باشه اتوماتیک به سیستم بعدی که حالا براتون توضیح میدم منتقل میشه. یعنی شما تا سقف $2700 در ماه میتونید از طریق وسترن یونیون پولاتون رو دریافت کنید. حالت بعدی اینه که گوگل قشنگ خیلی شیک چک براتون میفرسته دم در خونه‌تون. شما این چک رو میگیرید میبرید بانک و 21 روز کاری طول میکشه تا چک نقد بشه و در حسابتون موجودی قرار بگیره. دو شکل قرار داده گوگل که بتونید شما چک رو دریافت کنید. اولین شکل این هستش که شما به صورت سکیور اکسپرس و DHL این چک رو ظرف 5 روز کاری دریافت کنید که مبلغ معادل $30-40 بعد از حسابتون کسر میشه و گوگل براتون ارسال میکنه. حالت بعدی حالت ارسال به صورت پست معمولی هست که بین 3 هفته کاری طول میکشه حداقل تا چک به دست شما برسه و شما ببرین و دین به این بانک و دیگه حالا پول در بیارید حسابی خوشحال بشید. یکی از افراد معروفی که تو جهان از این سیستم تونست کسب درآمد بکنه و خیلی معروف بشه به خاطر درآمدش جرمی بودش و همونطور که میبینید آدرس سایتش هم براتون گذاشتم که میتونید برید بهش سر بزنید و ببینید که چجوری به این درآمد خارق العاده رسیده. و همونطور که میبینید در سال 2005 به درآمد $132,000 دست پیدا کرد در یک ماه. خب حالا من میخوام بهتون یک روش دیگه کسب درآمد از اینترنت رو معرفی کنم که بهش میگن افیلیت مارکتینگ یا همکاری در فروش. با این سیستم آشنایید، یعنی در دنیای واقعی هم ما داریم سیستم رو که میرد یه جایی یه نفر میره و زنبیل رو میذاره میگه آی خونه دار و بچه دار زنبیل رو بردار و بیار و آتیش زدن به مالم. سیستم های اینجوری و در واقع سیستم دلالی هستش که یعنی شما یک محصولی رو معرفی میکنید و طرف اگر خرید شما پورسانتتون رو دریافت میکنید. روش کار به این شکل. خب یه تفاوت‌هایی با دنیای واقعی داره. روش کار به این شکله که بنر یا لینک اون محصول رو در سایتتون قرار میدید. بازی کنندتون اگر روی لینک کلیک کرد و به سایت مقصد رفت و خرید رو انجام داد شما پورسانت اون محصول رو دریافت میکنید. اگر نگران این مسئله هستی که خب نکنه اون طرف بیاد کلا بذاره سرم پولمو نداره نمیدونم فلان، یا اصلا از کجا معلوم طرف بیاد و پول به من بده، یا مثلا من از کجا معلوم طرف بعد دبه نکنه بگه که آقا از طریق سایت تو نیومده و این حرفا. این مکانیزما رو دیگه بذارید به عهده کامپیوتر و برنامه‌نویسا که این سیستم و الگوریتم‌ها رو نوشتن و شما اصلا نمیخواد نگران این مسئله باشید. یکی از شرکت‌های بزرگ اینترنتی و فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی سایت آمازون هستش که همه با اون آشنایی دارن و حالا با تبلت هایی هم که بیرون داده دیگه کمتر کسی که اسمش رو نشیده باشه. آمازون این امکان رو به شما میده که شما اگر بنرهای تبلیغاتیش رو داخل سایتتون قرار بدین و اگر کسی کلیک کرد و وارد سایتش شد شما تا درصدی که بر اساس هر محصول متفاوته پورسانت دریافت کنید بابت فروش هر محصول. و روش دریافت پولتون هم به این شکل هستش، یا براتون چک ارسال میکنه بالای $100 یا به صورت آمازون گیفت کارت بهتون میده که میتونید از طریق این گیفت کارت رو بگیرید و از سایت آمازون خرید انجام بدید. سایت بعدی سایت کلیک بانک هستش که با آدرس clickbank.com میتونید اون رو ببینید. کلیک بانک در واقع یک مرکز همکاری در فروشه، به این معنا که ممکنه شما اصلا نخواهید یه محصول دیگران رو به فروش برسونید و خودتون یه کتاب الکترونیکی آماده کرده باشید یا محصولات دیگه و میخواید از طریق اینترنت به فروش برسونیدش، اما دسترسی به درگاه‌های پرداخت اینترنتی ندارید. کلیک بانک این سرویس رو به شما در اختیار شما قرار میده که بتونید درگاه پرداخت اینترنتی داشته باشید و محصولتون رو بذارید و فروشگاه اینترنتی داشته باشید
و از بازاریاب‌های متعدد این سایت استفاده کنید برای فروش محصولاتتون. شما محصولتون رو میذارید مثلا $100 و میگید من تا $50 پورسانت میدم برای کسی که بتونه این محصول رو به فروش برسونه. منی که علاقه دارم که جذب یعنی فروش محصولات دیگران رو انجام بدم و بازاریابی براشون انجام بدم، میرم در سایت کلیک بانک، محصول شما رو میبینم، خوشم میاد، لینکش رو در سایت خودم قرار میدم و بازدید کننده های سایت من کلیک میکنن، میان روی محصول شما رو خرید میکنن از طریق کلیک بانک و در انتهای ما شما از طریق چک مبلغتون رو دریافت میکنید و من هم از طریق چک پورسانت های خودم و از فروش محصول شما. تا این قسمت از این ویدیو شما با متد هایی که میتونید از طریق اینترنت کسب درآمد کنید و مطمئن باشن آشنا شدید. البته این همه متد ها نیست و متد های خیلی متد های دیگه هم هستن که دیگه در این ویدیو فرصت و زمانش نبود که بهتون معرفی کنم. از این قسمت به بعد این ویدیو من به شما با این سیستم آشناتون خواهم کرد که چجوری میتونید این کار رو شروع کنید و برای شروع کردن این کار نیاز به چه چیزهایی دارید. اولین قدم نیاز به یک ایده هست. در مورد یک چیزی شروع کنید وبلاگ نویسی کنید، در مورد یک چیزی شروع کنید مطلب بنویسید، در مورد یک چیزی شروع کنید ویدیو درست کنید. این چیز میتونه هر چیزی باشه. من پیشنهادم به همه اینه که موضوعی که انتخاب میکنم موضوع عمومی باشه. مثلا جوشکاری لوله های نفتی در زیر دریا این کاربردی برای عموم نداره و خیلی از بازدید کننده های شما رو محدود میکنه. چیزی رو انتخاب کنید که عمومی باشه، یعنی همه مردم دنیا از این 7 میلیارد حداقل چه میدونم 50 میلیون یا نمیدونم 10 میلیون به این مبحث علاقه داشته باشن تا بیان به سراغ وبلاگ شما و مطالب شما رو بخونن. نکته بعد اینه که بعد از اون بعد بیان شروع کنید رقباتون رو که قبل از شما این کارو کردن تو اون حوزه‌ای که می‌خواید مطلب نویسی کنید مورد بررسی قرار بدید و نقاط ضعف و قوتشون رو در بیارید، چون میتونه یه دانشگاه خیلی بزرگ براتون باشه به این دلیل که یک نفر قبل از شما این کار رو انجام داده. نکته بعد از این بعد یک طرح کسب و کار برای خودتون بنویسید، یک شمای کلی و یک گانت چارت برای خودتون طراحی کنید که در طول هفته و در طول ماه یا 6 ماه آینده با چه چیزهایی قرار روبرو باشید و چه کارهایی قرار انجام بدید. همیشه آدم‌هایی که با برنامه‌ریزی پیش میرن از آدمایی که بدون برنامه شروع می‌کنن حرکت کردن موفق‌تر هستن. و قدم آخر هم که شروع کنید به تولید محتوا و مطلب نویسی. پس از اینکه ایده‌تون رو انتخاب کردید بعد وبلاگتون رو راه اندازی کنید. خیلی از افراد در این دور زمانه میترسن از این مسئله که وای من که تخصصی در برنامه‌نویسی ندارم، وای من تخصصی در طراحی وبسایت ندارم، علی من مثل تو نیستم که بتونم یک سایت بنویسم و ازش کسب درآمد بکنم. و یه نکته بگم که خیالتون راحت بکنم، در این زمان شما به هیچ عنوان نیاز نداره کوچکترین اطلاعاتی در زمینه طراحی وبسایت و برنامه‌نویسی داشته باشید. شرکت‌ها و نرم افزار و برنامه‌نویس‌های بزرگ جهان نرم افزارهای خیلی خوبی رو در این حوزه ارائه کردن که شما میتونید بدون داشتن دانش برنامه‌نویسی تمام ساختار وبسایتتون رو مدیریت کنید و پیکره‌بندی کنید و همینطور بهینه‌سازی بکنید. اولین سرویسی که میخوام بهتون معرفی کنم سرویس بلاگر شرکت گوگل هستش. این سرویس یک سرویس رایگان هست، به این معنی که شما در استفاده از این نباید پولی پرداخت بکنید. همینطور هر چند تا بلاگی که بخواید میتونید از این سرویس استفاده کنید و راه اندازی کنید. گزینه بعدی اینه که بلاگر امنه. این معنی که شما میتونید بدون نگرانی از اینکه موقع هک بشید یا بدون اینکه نیاز داشته باشه هر روز سرورتون رو چک کنید، آپدیت کنید و نرم افزارهای سرورتون رو آپدیت کنید، با خیال آسوده شروع بکنید فقط تنها به وبلاگ نویسی و بحث امنیت و آپدیت نرم افزار رو به عهده گوگل بذارید. و خب در کی هستش که در حال حاضر بتونه سرورهای قدرتمند گوگل رو به راحتی هک کنه؟ نکته بعدی این هستش که بلاگر یک ابزار خیلی قدرتمند برای کاستومایز کردن قالب وبلاگ به شما میده. یعنی شما میتونید یک سری قالب‌های پیش‌فرض رو انتخاب کنید و تمام المان‌های موجود در صفحه رو از اندازه و تعداد ستون‌ها و غیره رو به راحتی با این ابزاری که گوگل در اختیارتون قرار میده کاستومایز کنید و بهینه‌سازی رو براش انجام بدید و با به طبع خودتون قالب مورد نظر رو خلق کنید. نکته بعدی این هستش که شما با کمتر از
$10 یا $11 میتونید یک دامین رو به بلاگتون وصل کنید. به این معنی که مثلا یک دامین مثل example.com یا ali.com رو خریداری کنید و به راحتی بدون هزینه و فقط شما پول این هزینه دامین رو پرداخت میکنید. این $10 رو میدین و دامینتون رو به بلاگتون وصل میکنید و از بعد هر کی بزنه example.com خود به خود به آدرس بلاگ شما ریدایرکت میشه. و نکته خیلی مهم بعدی اینه که محدودیتی در پهنای بان ندارید. یعنی برای مثلا منی که وبسایتی راه اندازی میکنم یک محدودیتی در استفاده از پهنای بان دارم و یا استفاده از CPU یا باید یه سرور اختصاصی بخرم تا بتونم از امکاناتش استفاده کنم، ولی در اینجا شما هیچ محدودیتی در ترافیک و پهنای بان و از این قبیل چیزها ندارید و خیلی قشنگ میتونید از سرویس بلاگر تا هر موقع که دوست داشتین به راحتی استفاده کنید. نرم افزار بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش از وردپرس. وردپرس یه نرم افزاریه که هزار برنامه‌نویس سراسر جهان برای اون تمرکز کردن و اونو ارتقا دادن و امکاناتش رو افزایش دادن. وردپرس یه نرم افزار رایگانش که شما میتونید از طریق آدرس wordpress.org اون رو دریافت کنید و روی سایتتون قرار بدین و با چند کلیک next اون رو نصب کنید بر روی وبسایتتون و یک بلاگ کامل با تمام امکانات خارج از تصورتون در اختیار داشته باشین. وردپرس هم مثل بلاگر رایگانه، فقط تفاوتی که داره این که نرم افزار بلاگر رو شما نمیتونستین دانلود کنید یا بر روی سایت شخصی خودتون نصب کنید، ولی وردپرس رو این امکان رو دارین که دانلودش کنید و روی سایت شخصیتون نصب کنید. اما برای اینکه بتونید از وردپرس استفاده کنید نیاز هستش که شما هاست داشته باشید. اما هاست چیه؟ تصور بکنید که شما اطلاعاتتون الان فایل ها و ویدیو و فایل های شخصیتون رو برای کامپیوترتون ذخیره کردید و هاردتون ذخیره کردید. برای اطلاعات سایتتون هم همین جوریه. شما باید اطلاعاتتون رو یک سروری در یک جای دنیا قرار بدید تا از طریق اون هر موقع کسی سرچ میزنه مثلا آدرس سایتتون رو وارد میکنه مثلا example.com وارد سایت شما بشه و اون اطلاعات رو و به اون سرورتون وصل بشه و اون اطلاعات رو بخونه و برای یوزر به نمایش در بیاره. در واقع هاست به این سیستم میگن، به این سرویس ها میگن و در اصطلاح بهش میگن میزبان وب. خب در قیمتی هم که معادل 50 تا $100 در سال نیاز داره که هزینه بکنید برای اینکه بتونید از این سرویس استفاده کنید که میتونید از سرویس های مثل هاستگیتور یا بلو هاست در این زمینه استفاده کنید. نکته بعدی اینه که باز هم اینجا بخواید یک دامین وصل کنید یه $10 هزینه میخواد که بتونید دامینتون رو به هاستتون وصل کنید. خب وقتی هاست میخرید خب طبعا هم باید دومین رو هم بخرید. اما یکی از امکانات فوق العاده وردپرس اینه که شما میتونید از هزار یا بهتر بگم میلیون قالبی که آدم‌های مختلف در سراسر دنیا برای وردپرس نوشتن و صورت رایگان در اینترنت قرار دادن استفاده کنید. این خیلی گزینه خیلی خوبیه چون ممکنه بعضیا بخوان یه مجله را بندازن، بعضیا بخوان یه ویدیو بلاگ را بندازن، بعضیا بخوان یه فوتو بلاگ را بندازن یا بعضیا بخوان ستون‌های بلاگشون با بلاگ‌های دیگه متفاوت بشه یا رنگ‌های متفاوتی داشته باشه. از این سرویس میتونید از این سرچ تو گوگل یا از سایت wordpress.org به قسمت تمپلیت برید و از هزار قالب رایگان وردپرس استفاده کنید. اما مهمترین نکته وردپرس اینه که شما امکان بهینه‌سازی و پیکره‌بندی اون رو با افزودن ابزارهای جانبی زیادی که باز توسط برنامه‌نویس‌های مختلف جهان نوشته شده رو دارید. به این معنی که شما برای مثال برای ایمپروو کردن در سرچ انجین اپتیمایزینگ میتونید از ابزارها و پلاگین های موجود استفاده کنید یا برای ارتباط با ما یه فرمی درست کنید به راحتی با یه نرم افزار میتونید این رو انجام بدید. این وردپرس یک معدن فوق العاده داره که در سایتش برید میتونید در قسمت پلاگین رو ببینید که در هر زمینه‌ای که تصور بکنید برای این مبحث برای وردپرس یک پلاگین نوشته شده. حتی مثلا فروشگاه آنلاین که بتونید روی وردپرس یک فروشگاه آنلاین داشته باشید. و همه این زمینه‌ها برای وردپرس برنامه‌نویس‌های دنیا یک نرم افزاری ارائه کردن و شما کافیه به صورت رایگان اون رو انتخاب کنید، کلیک کنید، نکست بزنید و اینستال کنید و روی سایتتون نصب کنید. یک نکته‌ای که فراموش کردم بهتون بگم این هست که من یک کتابی نوشتم به نام وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس که با نام مستعارم به نام مایا نوشتم که شما این کتاب رو میتونید برید از طریق اینترنت سرچ بکنید، به زبان فارسی هست و اون رو دانلود کنید و مطالعه کنید.
عرض به حضورتون که یه نکته دیگه هم که باید بهتون ذکر کنم این هستش که دوستان خیلی ها فکر میکنن وبلاگ نویسی کار راحتیه، در اصل هم همینه، یعنی یه کاریه که حالا دارین مطلب می‌نویسین و پستش می‌کنین و در بلاگتون قرار میدین. اما وبلاگ نویسی تکنیک داره، یعنی که شما چجوری باید لیست پست بنویسین، اصلا لیست پست چیه یا لینک پست چیه، یا چجوری باید بک لینک بگیرید، یا عنوان مطلبتون رو چجوری باید انتخاب کنید، یا مقالاتی که بررسی میکنن رو چجوری بنویسید. همه این نکات رو باید شما از طریق متدهای وبلاگ نویسی رو فرا بگیرید که از طریق وبسایت من که در انتها میبینید شما میتونید به یک سری از این مطالب دست پیدا کنید و آموزش‌های لازم رو ببینید. همینطور از طریق بلاگرهای دیگه و مطالب بلاگرهای دیگر رو بخونید و ببینید چه سبکی دارن و چجوری یه مطلب رو می‌نویسن تا یکم دانسته هاتون افزایش پیدا کنه. عرض به حضورتون که نکته که باید بدونید، من کارآفرینی خیلی دوستش دارم به خاطر اینکه کاری نیست مثل کار کارمندی که شما خب 9 صبح برین 5 بعد از ظهر بیاین. نه، کارآفرین هر روز باید بشینه فکر کنه و هر روز باید به فکر این باشه که یاد بگیره. پس از این بعد هر مطلبی می‌بینید به فکر این باشین سبکتون چجوری باشه یا چه چیزی میتونید ازش یاد بگیرید. اما برای موفقیت در این کسب و کار شما نیاز داره که جذب بازدید کننده کنید. به این معنا که برعکس کسب و کار سنتی که شما یه سوپرمارکت یا فروشگاه تو محلتون راه اندازی میکنید و از فرداش از اهالی محل میان و از شما خرید میکنن، تو این کسب و کار کسی نیست که سایت شما رو بشناسه و شما باید سایت رو به افراد و بازدید کننده ها معرفی کنید. دو نکته خیلی مهم در این کسب و کار وجود داره. یک، مطالبی که می‌نویسید که مطالب خوبی باشه و بازدید کننده ها بیان و سایت شما رو ببینن و در سایت شما موندگار بشن و بشن کاربر وفادار که هر روز به سایت شما سر بزنن. و دومین نکته متدهایی هستش که بتونید بازدید کننده ها رو جذب وبسایتتون کنید و ترافیک بالا داشته باشین تا بتونید ازش کسب درآمد بکنید. یه نکته که باید بگم، تو وبلاگ فارسی و تو وبسایت‌های فارسی بلاگ‌های زرد خیلی زیاد شده و خب طبعا نمیشه این انتظار داشت که خب ازشون ایراد بگیم که چرا بلاگ زرد زیاد شده، به خاطر اینکه افراد و مردمی هستن که قطعا این مطالب رو مطالعه میکنن و میبینن. در سایت‌های انگلیسی اینطوری نیست. سعی کنید یه مطالب مفید ارائه بدین، چون این افراد میان و مطالب رو و سایتتون رو میبینن و اگه خوششون نیاد زبدر میزنن و سایتتون رو میبندن و میرن به یه سایت دیگه سر میزنن. در نتیجه به وقت دیگران احترام قائل باشید و مطالب خوبی بنویسید و بعد وقتی این مطالب رو ارائه میکنید به افراد مختلف، اونها هم هر روز به سایت و وبلاگ شما سر خواهند زد. اولین راهی که شما میتونید از طریق اون به مردم سایت خودتون رو معرفی کنید شبکه‌های اجتماعی است، مثل فیسبوک، گوگل پلاس و توییتر و خیلی شبکه‌های اجتماعی دیگه. شما باید در این شبکه‌های اجتماعی فعالیت بکنید و به افراد سایتتون رو معرفی کنید. مطالب خوبی در شبکه‌های اجتماعی قرار بدید و لینک‌های مطالب بلاگتون رو در این شبکه‌ها قرار بدید تا شیر بشه و افراد زیادی از طریق فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس به وبلاگ و وبسایت شما سر بزنن. فیسبوک 1 میلیارد عضو داره، گوگل پلاس 300 میلیون، توییتر 500 میلیون، لینکدین حدود فکر میکنم 350 میلیون کاربر داره و خب این رقم های خیلی زیادی که بتونید به راحتی از طریق این سرویس ها به جذب بازدید کننده بپردازید. پس قدم بعدی بر از راه اندازی بلاگتون این هست که در این شبکه‌های اجتماعی صفحات خودتون رو، صفحات بلاگ سایت خودتون رو ایجاد کنید. متد بعد برای جذب بازدید کننده از طریق سایت های لینک پراکنی است یا به اشتراک گذاری لینک هستش. در این سایت ها به این شکله که شما یه لینکی ازش خوشتون میاد در این سایت ها قرار میدید و اگر من خوشم اومد به این مثبت میدم یا اونو به اشتراک میذارم و اگر تعداد اشتراک ها زیاد شد این یا مثبت ها زیاد شد، این لینک شما به صفحه اول میره و افراد زیادتری که هر روز به این سایت ها سر میزنن بر روی لینک شما کلیک میکنن و وارد سایت شما میشن. سایت هایی مثل ریدیت، دیگ، استامبل آپن، پینترست از جمله این سایت ها هستن که میتونید از این سرویس هاش استفاده کنید و لینکاتون رو درون این سایت ها قرار بدین و شروع کنید به فعالیت در این شبکه‌ها. نکته خیلی مهم این هستش که در این شبکه‌ها خیلی باید صبور باشید و فعالیت زیادی بکنید. انتظار نداشته باشین تا یه لینک تو فرستادین کل مردم وظیفه داشتن و به اون مثبت بدن تا لینکتون داغ بشه و بره صفحه اول این سایت ها قرار بگیره.
Search Engine Optimizing یا بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو، به این معنی که مطالبتون رو طوری بهینه‌سازی انجام بدین در مطالبتون که به بهترین شکل توسط موتورهای جستجو مثل گوگل، یاهو دیده بشه و در تاپ سرچ ها به نمایش در بیاد و از طریق سرچ انجین ها هم بازدیدکننده‌های زیادی برای بلاگ و سایتتون جذب کنید. نگران نباشید، نیاز نیستش که در حال حاضر تکنیک های برنامه‌نویسی رو برای این مسئله یاد بگیرید. در صورتی که اگر وردپرس یا بلاگر استفاده می‌کنید، پلاگین ها و نرم افزارها در این حوزه وجود داره تا بتونید به راحتی این ایمپروو رو انجام بدید. اما در زمینه سرچ انجین پیش از اینکه بتونید این ایمپروو رو انجام بدید باید کمی مطالعه کنید تا اطلاعات کافی اینکه چجوری باید یک مطلبی رو ارائه کنید و بنویسید و همینطوری کاستومایز کنید تا به بهترین شکل بر روی نتایج جستجو ظاهر بشه رو انجام بدید. در ادامه ویدیو من به شما چند نفر از افراد موفقی که تونستن از این سیستم کسب درآمد بکنن و موفقیت برسن رو بهتون معرفی خواهم کرد. افرادی که مثل خود شما بودن، زمانی شرط مالی خوبی نداشتن ولی از طریق همین روش‌ها و از طریق همین متدها تونستن به کسب و کار ایدئال خودشون و به درآمد ایدئال خودشون در واقع دست پیدا کنن. بعد از این همه تجربیات، این همه سالهایی که داشتم، به این نتیجه رسیدم که برای موفقیت تو این کسب و کار نیاز هست که یک تیم قوی از کارآفرینای موفق تو این حوزه دور هم دیگه جمع بشن و تصمیم گرفتم یک گروهی راه اندازی کنم به نام گروه WAB که شعارش اینه We are the best cause we want, be part of us. این گروه در واقع اولین قسمت این گروه WAB یک فروم هست، فرومی که افراد میان و شروع میکنن از تجربیات خودشون رو بیان میکنن و یا وبسایت یا نرم افزاری رو آشنا شدن باهاش معرفی میکنن به دیگر افراد، یا من سوالی دارم یا شما سوالی دارید اون رو در این انجمن و فروم قرار میدید و دیگر افرادی که در این حوزه در سراسر جهان فعالیت میکنن و میان و به سوالات شما پاسخ میدن و شما از این طریق میتونید جواب سوالاتتون رو پیدا کنید. نکته بعدی این هستش که افراد گروه کمک میکنن به سایر افراد برای اینکه ایده هاشون رو بپرورونن و خلق کنن و ایده های قشنگتری داشته باشن و تو مسیر راهشون بتونن خطاهای کمتری رو در پیش رو داشته باشن. برای مثال شما یه ایده در مورد غواصی ارائه میدید، میخواین یه سایت در مورد غواصی رو اندازی کنید، من یا افراد دیگه بهتون پیشنهاد میکنیم که خب این گزینه‌ها و این امکانات رو میتونید اضافه کنید در داخل سایتتون قرار بدید. همیشه به قول معروف میگن یک دست صدا نداره، ولی اگر چند دست باشیم میتونیم خیلی راحت ایده هامون رو بپرورونیم و اونها رو بزرگ کنیم و به درآمدزایی برسونیم. همینطور از دیگر امکانات گروه WAB این هستش که به صورت یک وبینار آنلاین داریم هر ماه که افراد میان و در این وبینار شرکت میکنن، افراد گروه، و از تجربیاتشون صحبت میکنن یا شروع میکنن به پرسش و پاسخ که و همینطور از تجربیاتشون، از اینکه این ماه چقدر در آوردن و اینها صحبت میکنن تا سایر افراد ببینن یه انگیزه‌ای براشون بشه و همینطور جواب سوالاشون رو پیدا بکنن که بتونن در این مسیر به خوبی پیش برن. و نکته بعدی اینه که در گروه WAB ما یه امکان دیگه فراهم می‌کنیم، امکان گرفتن بک‌لینکه، اینکه بتونیم به سایت‌ها به هم دیگه لینک بدن. من در مطلبی که در وبلاگم معرفی می‌کنم سایت شما رو، مطلبی که دارم می‌نویسم سایت شما رو معرفی کنم، یه لینک به مطلب خاص شما رو معرفی کنم و همینطور شما این کار رو برای من و برای سایر اعضای گروه انجام بدین. و نکته خیلی مهم و دلیل اصلی که من گروه WAB رو خلق کردم، تصور کنید مثلا سایت ریدیت، اگر میخواین در این سایت به موفقیت دست پیدا کنید، یه لینکتون رو بفرستید در صفحه در ریدیت تا بتونه این لینک به قول معروف داغ بشه و در صفحه اول قرار بگیره و از طریق اون بتونید بازدیدکننده زیادی کسب کنید، باید تعداد زیادی به شما مثبت بدن تا این لینکتون برن صفحه اول. من از طریق گروه WAB، یعنی هدف اول گروه WAB این است که شما بتونید به جذب بازدیدکننده برسید و ترافیک
معادل حداقل 10,000 50,000 نفر بازدید کننده در روز رو دست پیدا کنید. پس با گروه WAB شما میتونید دیگه نگران جذب بازدید کننده برای بلاگتون نباشین و با فعالیت کردن در این قسمت واتاپ به اون بازدید کننده‌ای که میخواین دست پیدا کنید، هم شما به این بازدید کننده دست پیدا کنید و هم من و هم کل افرادی که تو این گروه فعالیت میکنن. برای عزیزانی که میخوان از این سیستم کسب درآمد بکنن، من یک برنامه 2 ماهه طراحی کردم که شما بتونید در هفته اول از تجربیات من استفاده کنید و نکات ریز و کلیدی این کسب و کار رو کامل بیاموزید و بعد از اون شروع بکنید به تولید محتوا و در این مدت از برنامه من استفاده کنید و بعد از 2 ماه شروع کنید به درآمد حداقل ماهی $2,000 کسب کردن. کار راحتی نیست. من میتونم فقط دانش و اطلاعات و تجربیات و نکات ریزکاری رو به شما آموزش بدم و طی کردن این مسیر به عهده شما. یادتون باشه یک سری از افراد هم بودن که با تنبلی نتونستن در این سیستم کسب درآمد بکنن و خیلی از افراد هم بودن که با پشتکارشون و استفاده از راهنمایی و مشاوره‌های من تونستن از این سیستم استفاده کنن و به درآمدهای بالایی دست پیدا کنن. برای عزیزانی که در شهر کوالالامپور و کشور مالزی هستن، من یک سری کارگاه آموزشی ترتیب دادم که بتونم به راحتی در این برنامه 2 ماهه بتونم به درآمد ماهی $2,000 تا $2,500 یا بالاتر دست پیدا کنم. برای این مورد من شروع میکنم در این کارگاه. من تجربیات این 7 سالمو که از گوگل ادسنس و کسب درآمد از آنلاین دارم رو به صورت جزء به جزء به این دوستان انتقال خواهم داد. در قدم اول بهتون یاد میدم چجوری باید ایده پردازی بکنید و اصلا چه ایده هایی برای کسب درآمد از اینترنت میتونه مفید باشه و سودآور باشه. در قدم بعدی شروع میکنید به امکان سنجی رقباتون و از دانشگاه رقباتون شروع میکنید استفاده کردن. در مرحله بعد و در انتها شما یاد میگیرید که بتونید یک طرح کسب و کار مطمئن برای بلاگتون بنویسید تا مطمئن باشین که بدونید در 1 سال آینده، در 6 ماه آینده چه اتفاقی برای بلاگتون خواهد افتاد و چه مسیر رو باید طی کنید که 100% به درآمد برسید. در قدم بعدی بهتون یاد میدم چجوری از ابزار بلاگر و وردپرس باید استفاده کنید. ریزکاری های این استفاده از این ابزارها رو بهتون یاد خواهم داد تا بتونید به بهترین شکل این ابزارها رو برای موفقیت در کسب و کارتون بهینه‌سازی کنید. در مرحله بعد بهتون آموزش میدم که چجوری میتونید وبلاگ نویسی کنید. تکنیک‌های وبلاگ نویسی و متدهای وبلاگ نویسی رو بهتون آموزش میدم تا بتونید مطالب خیلی قشنگتر و بهتری بنویسید. در قدم بعد بهتون متدها و تکنیک هایی که بتونید از طریق اینترنت جذب بازدید کننده کنید رو آموزش میدم. تکنیک هایی که بتونید از فیسبوک جذب بازدید کننده کنید یا توییتر یا گوگل پلاس، همینطور از سایت های لینک پراکنی، توی سایت پینترست چجوری باید فعالیت کنید، توی سایت ردیت چجوری باید فعالیت کنید، توی سایت دیگ باید چجوری فعالیت کنید و سایت های مشابه دیگه. و همینطوری متدی که شاید خیلی فکر کنن قدیمیه ولی هنوز کاربرد خیلی زیادی داره به نام ایمیل مارکتینگ. متدهایی که تبلیغات از طریق ایمیل رو بهتون یاد میدم، چون همه فکر میکنن ایمیل مارکتینگ کاری نداره، یه دسته ایمیل میگیری و ارسال میکنی، در صورتی که اینجوری نیست و همه ایمیل ها میره در اسپم. چجوری باید ایمیل هایی رو ارسال کنید و چجوری باید یه بانک ایمیل تهیه کنید و هر هفته یا هر روز شروع کنید برای این عزیزان مطالب و اطلاعاتتون رو ارسال کنید. در قدم بعدی تکنیک های بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو برای سایت یا وبلاگتون رو بهتون آموزش میدم. ریزکاری های این تکنیک رو بهتون میگم تا بتونید به بهترین شکل وبلاگ و سایتتون رو طراحی کنید و جزء لیست های اول سرچ گوگل قرار بگیرید و چجوری میتونید بکلینک دریافت کنید و چجوری باید بکلینک قرار بدید در بلاگتون. بکلینک به این میگن که به یک مطلبی لینک بدید و اونها به شما یک لینکی بدن و اینجوری ارتباطات بین بلاگی شکل بگیره. در مرحله بعدی من تکنیک‌های جذب بازدید کننده، تکنیک‌هایی که میتونید از طریق اون کسب درآمد بکنید از اینترنت رو آموزش میدم، مثل گوگل ادسنس و همینطوری گوگل دابل کلیک که جدیداً این سرویس رو راه اندازی کرده و همینطوری استفاده از سایت کلیک بانک و آمازون افلیت پروگرام. در انتها هم یه سری تکنیک‌های اضافی که چجوری میتونید اگر دوست داشتین عکسایی که گرفتین رو در اینترنت به فروش برسونید و همینطوری کارهای آنلاین مختلف دیگه‌ای پیدا کنید رو بهتون آموزش خواهم داد. یه نکته خیلی مهم باید بهتون بگم، در این کارگاه‌ها من سعی کردم
که تجربیات این 7 سالم در اختیار شما قرار بدم و به شما انتقال بدم. فقط و این کلاس ها فقط یک سری کلاس های خشکی که من فقط یک سری متد بهتون آموزش بدم نیستش و تجربیات هم سعی کردم در این متد ها، در این آموزش ها بگنجونم تا شما بتونید به بهترین شکل ممکن از این کارگاه ها استفاده لازم رو ببرید. کارگاه‌های آموزشی من در کشور مالزی و شهر کوالالامپور در این تاریخ‌هایی که در صفحه می‌بینید برگزار میشه. فقط یک نکته‌ای رو باید دقت کنید، اون که به دلیل محدودیت جایی که داریم از پذیرش عزیزایی که دیر اقدام به ثبت نام می‌کنن در این کارگاه‌ها معذوریم و باید ازشون عذرخواهی بکنیم. در نتیجه اگر علاقه‌مند هستین که در این کارگاه‌ها شرکت بکنید و از تجربیات من استفاده کنید و به جمع افرادی بپیوندید که در عرض 2 ماه به شروع می‌کنن به درآمد کسب کردن و به درآمد $2000 در ماه دست پیدا میکنن، لطفاً بر روی این لینک ها کلیک کنید و تا به اطلاعات بیشتر در مورد مکان این کارگاه ها اطلاع پیدا کنید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید و امیدوارم که با آشنایی با این روش کسب و کار بتونید یه نقطه امید خیلی قشنگ در زندگیتون به وجود آورده باشم. از طریق سایت هم میتونید به مطالب بیشتر در این حوزه کسب و کار اینترنتی دست پیدا کنید. همینطور اگر سوالی داشتید میتونید از طریق فیسبوک یا توییتر از من بپرسید. و اگر شما هم در کشورهای دیگه حضور دارید و علاقه‌مندید که من این کارگاه‌های آموزشی رو در کشور شما یا دانشگاه شما برگزار کنم، کافی از طریق سایت کارآفرینی که من راه اندازی کردم با من از طریق ایمیل در ارتباط باشین و این درخواست خودتون رو برای من ارسال کنید. به امید اینکه شما تک تک شما بتونید از این سیستم کسب درآمد بکنید و من خبرهای خیلی زیادی رو از شما بشنوم و خستگی من در بره به اینکه با این کارهایی که دارم میکنم زندگی افراد میلیون ها نفر در سراسر جهان داره تغییر میکنه و به سوی بهتر شدن پیش میره و میتونم شاهد این باشم که خنده رو لب‌های شما باشم و اینکه زندگیتون رو هر روز به بهترین شکل و اونجوری که دوست دارید در پیش میگیرید. به امید ایرانی موفق، به امید ایران پیروز و همینطور ایرانیان موفق و پیروز. سربلند و پیروز باشید. من علی مصلحی هستم، مالزی، کوالالامپور.